سلام و عرض ادب. در مورد مودم‌های ADSL، حالا چه برند TP لینک چه برند دی لینک، قبل اینکه بخواید فایل بایوس پروگرام بکنید یه تغییر رو باید اعمال کنید روش. این شماره مکی که میبینید یه جور مثل شماره ملی خودمونه که هر دستگاهی با دستگاهی دیگه فرق میکنه، که اگر شما یه فایل روی این مودم، یه فرضم اینجا یه مودم دیگه بزنید، موقعی که اینا به اینترنت بخوام وصل بشن قطعا یکیشون به مشکل میخوره. حالا تا اینکه این مشکل رفتش اصلا دیگه کارتونم برگشتی نباشه، شما از این فایل بکاپ میگیرید. خب فایل بکاپ گرفته رو میارید توی نرم افزارهایی که قابلیت ویرایش دارن، مثلا هکسیتور یا هر نرم افزار دیگه. فایل رو باز میکنید، اینجا هم یه فایل جدید. حالا من دوتا فایل مال یه مودمای دیگه است مثالی گذاشتم. مثلا این فایل بکاپمه، این فایلیه که میخوام جدید بزنم. فایل بکاپی که گرفتم یه دونه کنترل F میزنم، تو قسمت هگز میام اون آدرس مکی که اینجا پشت مودم بود رو بدون فاصله و نقطه یا هر چیزی وارد میکنم، اوکی میکنم. اینجا شماره مک من میاد. خب حالا به خاطر اینکه ما اینو بخوایم روی فایل جدید پیدا بکنیم چند تا روش داره، یا بر اساس تجربه باید پیدا بکنید یا اینکه با این روش. شما اینجا بغلش اینجا یه کلیک راست میکنی، اینجا کنترل ای رو میتونی بزنی، این گزینه رو انتخاب میکنی، سلکت بلوکو، یه شماره‌ای به شما میده، اینو کپی میکنی. خب روی فایل جدید میای و دوباره یه کنترل ای میزنی، اون کدی که کپی کردی رو اینجا از بالا تا پایین میزنی، این دوتا. خب بعد اوکی میزنی. ببین الان دقیقاً فایل رو برای من پیدا کرده. خب حالا من اینو بیارم، ببین این میشه فایل مک آدرسی که میخوایم فایل جدید رو بزنیم. این در اصل فایل جدید است. حالا میایم از اینجا شروع میکنیم مک آدرس، نگاه کنید 12 رقمیه. این 12 رقمی که توی فایل جدید هستش رو کلا عوض میکنید. مثلا من الان 12 تا 1 میزنم. خب این 12 تا 1 این الان فایل جدیده، دقیقاً با مک آدرسی که پشت اینه. این فایل رو سیو میکنید، پروگرام میکنید و مشکل مک آدرس مودمتون حل میشه دیگه. پشتیبانی هم اگر بخواد بگه که مک آدرس مشکل داره، اینترنت بهش نمیده، اصلا دیگه قضیهش کلا بسته میشه. از اینجور ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و کامنت و انرژی به ما بدید که حالا برای بحث بایوسای لپتاپ یا خیلی چیزای دیگه محتوا درست کنیم و براتون قرار بدیم و استفاده کنید. دمتون گرم.